علما در این مسئله در قول رفتگیم برادر گرامی. قرآنایی که دیگر استفاده برده نمیشوند قول امام یکم قول مذهب امام حنفیه و مذهب امام حنبلی. امام در مذهب در کتاب در المختار یکم مجلد 191 صحیفه‌اش گفته می شود که المصحف اذا صار بحال لا يقرأ فيه يدفن كالمسلم. کتاب مذهب حنفی میگه وقتی که قرآنی که خواندن نمی شود دیگر دفن کرده می شود، مثل مسلمان دفن کرده می شود. این یکم قول. در مذهب دیگر در مذهب چی میگه که وعلق على ذلك صاحب الحاشیه، صاحب حاشیه همون شرح دهنده همون کتاب تعلیق نویسگی است، میگه که ای یجعل فی خرقه طاهره و یدفن فی محل غیر ممتهن لا یوطا انتهى. ای شرح همین مسئله میگه که گرفته می شود در یک لباس زیبا پیچانده می شود و پاک، بعد دفن کرده می شود در جایی که یعنی که اهانت نشود، زیر پا نشود، در اونجا دفن کرده می شود. این مذهب امام احمد، مذهب امام که حنفی. در کتاب بهوتی از حنابلة میگه که ولو بلی المصحف او اندسره دفن نصا. ذكر احمد ان ابا جوزاء بلی له مصحف فحفر له في مسجدی فدفنه. در کتاب بهوتی حنابلة میگن که اگر که قرآن تر شد، صحیفه های قرآن تر شدن، یا که این درسه ای تماما دیگه خواندن نمیشود، یعنی نه که میده میده شده دیگه نمیشود، میگه که دفن کرده میشود نصا، ای به ایروی قانون، ایروی چی دلیل. ذکر امام احمد میگه ذکر کرده است ان ابا جوزاء رضی الله عنه بلا له مصحف، مصحفش تر شد دیگه خواندن نشد، پس یک حفره کند، چاه کند تو در مسجد در اونجا دفنش کرد. کتاب کشاف القناع یکم مجلد 137 صحیفه. و بعضی از اهل علم هستن برادر گرامی که میگن که چی که قرآنی که مصحفی که چی شدگی است، تالیف، یعنی که تماما ویران شده است، دیگر نمیشه استفاده بری، سوخته میشود به آتش. این قول امام مالکی و قول امام شافعی است. و ذلك اقتداء بعثمان رضی الله عنه. میگه در این حالت اقتدا میکنن به کی؟ امام مالکی و شافعی به عثمان رضی الله عنه. عثمان رضی الله عنه، عثمان ابن عفان امر کرد میگه به حرق المصاحف الموجوده فی ایدی الناس بعد جمع المصحف الامام. بعد که مصحف قرآن در یک مصحف در یک قرآن جمع کردن، بعد اون امر کرد همه دیگه قرآن را سوزاندن. این قصه میگه در رواه البخاری، امام بخاری وجه کرده در صحیحش، رقمش 4988 و در اون چی نوشتگی است؟ فارسل عثمان الى حفصه ان ارسلی الینا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها الیک. عثمان رضی الله عنه فرستاد به حفصه دختر عمر رضی الله عنه، گفت که همون مصحفی که در دست تو است برای ما بیارش که ما او را نسخه و کاپی کنیم در دیگر مصحف، در دیگر قرآن، پس میگردونیم میتیمد. فارسلت به الحفصه عثمان. حفصه رضی الله عنها فرستاد همون قرآنی که در دست از پدرش بدن به عثمان، برای عثمان فرستاد. فامر زید بن ثابت، امر کردن زید بن ثابت و عبدالله ابن زبیر و سعید ابن العاص و عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام فنسخوه في المصاحف. پس از همون نسخه گرفتن که چاندن در دیگه مصحف ها و ارسل الى كل افق بمصحف مما نسخوا. به همه جا، به همه ولایت ها را فرستادن، همه مصحف ها را جمع کردن و یک تایی مصحفی که جمع کردن عثمان، یک تایی به همه را فرستاد. و امر بما سواه من القرآن في كل صحيفة و مصحف بحرقه. و امر کرد کسی که غیر از همون قرآن داشت، همه صحیفه های قرآن در دست کسی بود، امر کرد مصحف هایی که همه اونا گرفتن سوزاندن برای چی؟ آموخته نشوند. همه را سوزاندن، فقط یک قرآن را جمع کردن، یک مصحف جمع صحیفه، یعنی در یک صحیفه در یک کتاب جمع کردن و همه دیگه سوزاندن و همون کتاب قرآن را گرفتن به همه را تقسیم کردن که انا قرآن انا این است، جمعش کردن خلاص. این به در چی در امام بخاری رقمش گفتیم برادر. بعد دوامش میگه عن مصعب ابن سعد قال، مصعب ابن سعد میفرماید که ادرکت الناس متوافرین حين حرق عثمان المصاحف. مصعب ابن سعد رضی الله عنه میگه که
ما دریافت کردیم خیلی از چرا صحابگان وقتی که عثمان میگه قرآن مصحفای جمع کردگی را سوزاند فاعجبهم ذلك، پس صحابگان یعنی که پسند آمد از این کار. لم ينكر ذلك منهم احد، یگان کس از صحابگان امی کار عثمان رد نکرد. رواه ابو بکر ابن ابی داود في كتاب المصاحف. ابو بکر ابن ابی داود رحمت الله علیه امین روایت کرد در کتابش مصاحف 41 صحیفه برادر گرامی. ابن بطال، امام ابن بطال چی میگه؟ في امر عثمان بتحريق الصحف والمصاحف حين جمع القرآن جواز تحريق الكتب فيها اسماء الله تعالى. امام ابن بطال چی میگه؟ میگه امر کرد عثمان با سوزاندن همون صحیفه های قرآن در وقت جمع کردن قرآن، این حکم جایز بدن روا بدن سوزاندن قرآن که در اون نامای خداوند هستند و ان ذلك اکرام لها، و این سوزاندن اکرام کردن برای قرآن و صیانت من الوطء بالاقدام و نگاه داشتن از زیر پا ماندن قرآن، این میگه اولاتر از اکرام کردن از سوزاندنش و طرحها فی ضیاع من الارض و پرتافتن در یک جایی که ضایع شود قرآن و هر طرف هر جا پرتاونش، این میگه اولاتر از سوزاندنش. انتهى کتابی که شرح صحیح بخاری دهم مجلد 126 صحیفه. امام سیوطی چی میگه؟ اذا احتیج الى تعطیل بعض اوراق المصحف لبلي ونحوه فلا يجوز وضعها في شق أو غيره لأنه قد يسقط ويلطى ولا يجوز تمزيقها لما فيه من تقطيع الحروف وتفرقة الكلم وفي ذلك إزراء بالمكتوب وإن أحرقها بالنار فلا بأس. امام سیوطی چی میگه؟ اگر که قرآن چی شد؟ ورقای قرآن میگه تر شدن، انسان محتاج است که چیکارش کند؟ فلا يجوز وضعها في شق، درست نیست که قرآن ورقاش دریدگی باشن، ورقاش در جوگه پرتوان قرآن در جوگه پرتوان. شاید که قرآن و ورقاش در زمین بغلطن مردم زیر پاشو کنن، برای همین جایز نیست هر جا پرتافتن قرآن و پس زدن قرآن. اگر امون ورقا را یا که امون چی را بسوزاند اولاتر است و هیچ باکی ندارد. چه خیلی که عثمان رضی الله عنه همه امون صحیفه ها را سوزاند و قرائت ها را منسوخ ولا یمکن اگان کس انکار نکرد. کتاب اتقان فی علوم القرآن دوم مجلد 1186 چند امینه. این قول دیم بود برادر گرامی که با دلیلاش آورده بود برای سوزاندن قرآن. من همین قول اختیار کردم، در اول گفتم که انسان اختیار دارد در دو تا چین، بعد میتونید سوزاندن قرآن برادر گرامی که اجباری ندارد. انا این فتوایی که بود فتوای عثمان رضی الله عنه که من به همین فتوا دادم دادری جان.